بر ولایت‌های خوست و کنر که منجر به شهادت ده‌ها هموطنان بیگناه ما و اطفال بیگناه ما شد. ببینید ما در چندین سال از بالاتر از ده‌ها سال است که از کشورهای همسایه ما دائما ما دست دوستی پیش میکنیم. متاسفانه که از آدرس از اینا ما نیز زده میشه. شما دیدین که رویه غیر انسانی، غیر اسلامی و نقض حقوق بشری بار اول، بار دو، بار سوم نیست که از آدرس کشور ایران سرچشمه میگیره. ما و شما شاهد از این بودیم که پناهجویان افغان را موتر عاملشان آتش زدند که چندین هموطنان ما را در اوج به شهادت رساندند و مجروح شدند. اینا داد از اسلام میزنند، متاسفانه که غیر اسلامی کارایشان است. بینمیشه و بمباردمانی که از آدرس کشور پاکستان یا نظامیای پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر صورت گرفت چندین بار است و این بار اول دوم نیست که بمباردمان میکنن. راکت پراگندیایشان است که منجر به ده‌ها شهید و زخمی هموطنان ما شدند. امروز ما صدا میزنیم و یک چیز دیگه هم برایتان خاطر نشان بسازم. هموطنان قهرمان و هموطنان خودجوش ما که در هرات حرکت کردند و در اوجا احساس خود بیان کردن، از هموطنان دیگه خود دفاع کردند که در ایران چقدر زجر و ستم را متقبل شدند. اونا آمدن در کابل با سفارت ایران گل میتن یا گل میپردازن یا شاخی گل میتن، خب با اشکال مختلف میخوان تقدیر بکنن. باز اونا میگن که کارا کلش در سایت‌های اجتماعی کارای غربی و شرقی و مچ مینان است. ما میگم اگر بار اول باشه، بار دوم باشه، بار سوم باشه، ما امیر پشش نمیگردیم. بالاخره این موضوعات است خود شاید ما مشکل داشته باشیم، اما شما نقض حقوق بشر کردین، مشکلات را به هموطنان ما ایجاد کردین. بازی بزرگوارا که میان در پیش سفارت ایران او هموطنان ما را نقد میکنن که اینا جاسوس است. من برات میگم که یک بار نه 100 بار میگم که تو جاسوس هستی، تو از ایران هم تومن میگیری، تو وابسته به ایران هستی. خود اینمی بخش فرهنگی داره که به نام تبیان ساختی. ما هیچ اصلا باورمند سر از این است که به خاطر منافع ملتت کار بکنی. بینمیشه اما کشور پاکستان را میگم که دائما با اشکال مختلف میخواین که به ما مشکلات ایجاد کنن. شما دیدین که وقتی که امروز به در کسی انگشت بزنی فردا با مشت بخوری. مشکلات بالای خودت هم میاد که ما و شما دیدیم که فعلا هم در پاکستان بسیار بحران قوی روان است. سالهای نزدیک افغانستان همسایه‌های نزدیک ما است و ما همیشه از اونها یک کار خوب به همکاری امید داشتیم، اما این بار چندمین است که با ما خیانت صورت میگیره از طرف همسایه‌های نزدیک ما. بسم الله الرحمن الرحیم. قطعنامه انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان مورخ 31/1401 روز سه‌شنبه مکان پارک شهر نوخود. از آنجایی که به همه مردم شریف و رنجیده افغانستان معلوم است، کشورهای همسایه ما به ویژه پاکستان و ایران در چندین دهه پسین و تا به حال تا به امروز مداخلات را در کشور عزیز ما افغانستان انجام داده است. طوری که آگاهی دارید بعد از پیروزی امارت اسلامی شمار زیادی از هموطنان ما به کشورهای بیرونی مهاجر شدند. از این رو کشور ایران بارها برخورد نادرست غیر اسلامی و غیر انسانی در مقابل افغانهای مقیم ایران انجام داده است و نیز بمباردمان نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان و بخش‌هایی از ولایت‌های خوست و کنر از جمله موضوعاتی است که مردم افغانستان را سخت ناراحت کرده است و این رفتار زشت کشورهای همسایه خود را به شدیدترین الفاظ تقویح می‌کنیم. انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به عنوان نهاد فعال و مدافع حقوق انسانی از کشورهای همسایه ما و دولت فعلی افغانستان خواهان در نظر گرفتن نقاط ضعف است. از کشورهای ایران و پاکستان بار دیگر خواهان این هستیم که در اموراتهای کشور ما مداخله نداشته باشند و نیز با مهاجرین ما از انسانیت و برخورد نیک کار بگیرند. در صورتی که اگر بار دیگر یکی از مهاجرین ما متضرر شود و برخورد بعدی ما جدی‌تر خواهد بود. 3. از بمباردمان و راکت پراگندی‌های پاکستان مردم شریف افغانستان خسته شده است و اگر بار دیگر این موضوعات تکرار شود سیلی از افغان‌ها از کشورشان دفاع خواهد کرد. 4. از امارت اسلامی افغانستان تقاضای ما این است تا با کشورهای همسایه ما در مورد مشکلاتی که رخ داده است دیدارهای جدی و نتیجه بخش نمایند
تا بار دیگر با همچون مشکلات چالش ها هموطنان ما سر دچار نشوند.